اما وقتی فکر میکرد همه چی آروم شده به قتل میرسه. مرد کارش چوبوریه. اون روز دستیاش به خاطر مریضی نتونست بیاد و از همسرش کمک میگیره، اما حادثه‌ای وحشتناک اتفاق میفته و درخت روی دست زنه میفته. مرد مجبور میشه سخت‌ترین تصمیم زندگیش رو بگیره و با تبر بازوی زنش رو قطع میکنه. اون برای زنش دست مصنوعی میسازه، ولی زنش اصرار میکنه تا دست رو از طلا بسازه. این کار شوهرش باعث میشه تا اون دوباره شاد بشه، انگار که دستش هیچ مشکلی نداره، ولی باعث عفونت و مریض شدنش میشه و برخلاف توصیه پزشک حاضر به درآوردنش نمیشه و سرانجام میمیره. اما قبل مرگش از شوهرش درخواست میکنه تا جسدش رو با دست طلایی دفن کنه. مرده به خاطر بدهی‌هاش مجبور میشه اون رو نقش قبل کنه تا طلا رو بفروشه، ولی موقع جدا کردن دست جسد زنش چشم باز میکنه. شوهر با وجود ترس دست رو برمیداره، ولی جسد زنش اون شب به خونه‌شون میره تا دست رو پس بگیره. شوهر از ترس زیر پتو میره و بی خیال دست مصنوعی میشه.